درختی که مشاهده میکنین انگور شیرازی هست که بیشتر برای آبغوره از آن استفاده میکنن. خواص آبغوره بیشتر برای از بین بردن چربی های خون استفاده میشه که بعد از هر وعده غذا یک استکان آبغوره استفاده کنین که بعد از 2 هفته شما میتونین به آزمایشگاه برین و پایین آوردن چربی خون به صورت مستقیم فقط با 2 هفته مصرف. برای سفارش میتونین به کانال این جانب بیاین و سفارش های خود را جزئی و کلی ثبت کنید. خیلی مفیده برای چربی خون، برای بیماری های خیلی که دکترها نتونستن درمان کنن. آبغوره مفیده.